با من آماده شید بریم گو بخوریم. ما فامیلیم، اصالتمون رو مخ بودنه. الان هم داریم میریم مهمونی که کلی بچهای جوون و نوجوان اونجاست که من باید ازشون بپرسم رتبهشون چقدر شده، دانشگاه قبول شدن یا نه، شغلشون چیه، حقوقشون چقدره، در آینده میخوان چیکار بکنن، دیگه کی میخوان ازدواج کنن، دیگه وقتشه. با اینکه خودم هیچ گویی نشدم ولی این سوالا رو میپرسم و هر چی جواب بدن من میگم دارن اشتباه میکنن و یه راه چرت و پرت بهشون پیشنهاد میدم که بگم منم بلدم. اصلا نمیتونم لال بشم. به دخترای فامیل راجع به آرایششون گیر میدیم که این کارو خانومم انجام میده، ولی در مورد پسرای فامیل خودم به مدل مو لباسشون گیر میدم و نظر میدم. من راجع به همه چی نظر میدم، همه انن غیر از بچه خودم. میدونم اصلا نظر منو نخواستن، ولی بالاخره باید یه جوری برینم تو اعصاب و هدفشون یا نه. نسل ما هیچ وقت تو فامیل منقرض نمیشه، ما سرمون همیشه تو